یا شیخ سوالی دارم. کودک در مجلس دست ندیده بودی؟ نقلی نیست. سائل را باید جواب داد. خدا میتواند هر کاری که میخواهد بکند؟ هر چه خواهد، حتی برخلاف اون چه هست؟ روز و شب کنه؟ قطعا. این چیز که میپرسی حرف کودکانه. حضرت شیخ 2 علاوه بر 2 چند میشه؟ این را همه میدونم. خب من طفلی بیش نیستم. میشود 4. اگه خدا بخواد میتونه 5 بشه؟ آری. پس میتونه مسلمون رو گرد کنه و کافر و مسلم؟ بیشک. بچه پس اگه همش به دست اوست و ما بی اختیاری معابد و فاسق به رأی اوست، پس شما چرا اینجا جمع شدید؟ همه اینها که از جهد و عبادت میگید یک سر بیهوده میشه. پس بهتر نیست این جماعت به خونه هاشون برن و کار به خدا بسپرن؟ اینها را کدوم آدم نابخرد فاسد اخلاقی به تو یاد داده؟ ها؟ ما که زی اختیار نیستیم، لابد خدا. این طفل نامسئول را به بند کنید. شیطان در اون حلول کرده است.